مومینه یکم پارتی هم کو 40 minut مینه دیگه پارتی هم کو 1 ساعت 20 minut کو کسا خوبشمه بیزن. امروز زنا در جامعه ما هنر شده است. بچه های مدرسه خان، ملا بچه ها بنامشان دخترای خانشین زنا را برای خودشان کسب کردن، افتخار کردن. باید دیگر با فخر میگرن که من چند دختر پته رسیدم، اون دختر در دگانهاش فخر میگرن که من به چند بچه رسیدم. استغفرالله. یا الله. پیشترم در زمان شوروی بدبختی کامونیستا زنا بود، پنهانی بود، اما این دموکراسی بدبختی حیوانی انسانها را حیوان کرده است. دیگر نه میدانستگی پروای گناه زنا، نه نمیده، همه برابر شده است. پیشتر 2 ماه پیش از رمضان بود، 3 آیله را جنجال عائلویش نزد من برای طلاق آمدن. هر سیران بچه ها زناشان سر دادیم به خاطری دختر نبرآمدنشان. پدرای عزیز من به شما میگم که شما بیدار شوید، به خاطری که عروساشان دختر نبرآمده است جنگ و جنجال طلب دارن که پولای صرف کردگی رو گردانده تی. شما دختراتان نظارت نمیکنید، دختراتان سرش در کند چه روز از کفاش پیش طبیب و فاطمی میروید، در دخترخانه بره کرپو میپردای خواب میره و قلبوری کرده. چون در وقتی ساعتش نظارت نمیکنه که باید کجا میگرده. الحمدلله. امروز زنا حلال شده. بچه هایی که مدرسه خواندیم بدبختا در پاکستان و در خورستان زنا رو برایشان شرف میدونن. حالا که رسول اکرم میگن لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، کسی که زنا میکند و ایمان ندارد با اینها ملایی میکنن. نماز تراویح با 8 رکعت اعلان کردن، 28 نیست 8 رکعت. این از خدا نمیترسد، بدبخت زنا میکند و با درباره احکام شرعی نگاه میزنن. حالا قرآن چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. بنابراین اینا نقض دانند که خداوند اینها را گناهشان نمیگذارند. خصوصا خداوند کسانی را که زنا را قباحت میدانند از قرآن از حدیث شنیدین و خواندین، والله خدا گناهشان نمیگذارد. عمر برای یک گناهی ناچیز شب و روز گریه میکرد. اینها در وقت زنا خنده میکنند و معیشت میکنند، مگر اینها را خدا گناهشان نمیگذارد؟ ولیست التوبة للذین یعملون السیئات. خدا میگه من توبه را قبول نمیکنم از کسانی که گناه را میدانند قباحت شو باز گناه میکنند. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که قریب پیری شد و مردن شد، بعد دستاش در گریبانش میگیره خدا توبه کردم، مرد تو به همون توبه.